راه دوشنبه چناق موقتا بسته شد. در قرغیزستان طلب شد که تیک تاک مسدود شود. من بعد در ازبکستان تنها شکل الکترونی اتستات داده می شود. قزاقستان انتقال نفت به اتحاد اروپا را افزایش می دهد. در یک شبانه روز اخیر در کشور 3 مورد فرآمدن ترم به قید گرفته شده است. از 1 ینور تا امروز باشد در کشور 21 مراتب ترم فرآمده است. دیروز 1 فوریه سال 2023 در شاهراه 65 و 66 دوشنبه ورزاب که از حدود میخوره و خوشهر ناحیه ورزاب میگذرد 3 مراتب فرآمدن ترم به قید گرفته شده است. طور خبرگزاری اوستا با استناد از گفته رئیس مرکز مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده امید یوسفی خبر داد عین زمان کارهای برطرف سازی عاقبت‌های ترم فرایی ادامه دارد. در نتیجه فرآمدن ترم تلفات و خرابی‌ها به قید گرفته نشده است. برای تامین بخطری رانندگان در راه زمستان و رسانیدن یاری تعجیلی در حالتهای فوق‌العاده قطعه‌های گوناگون راه‌ها از جانب نجات دهندگان دسته‌های زودعملی کمیته منتظم پاسبانی کرده می‌شوند. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور بارشات تا 3 فوریه سال 2023 ادامه خواهد کرد. بنابراین راه دوشنبه چناق را موقتا بسته‌اند. در قرغیزستان می‌خواهند شبکه اجتماعی مشهور تیک تاک را مسدود کنند. در این باره وکیل مجلس عالی این کشور شیلابک اتازوف اظهار داشت. به گفته او شبکه اجتماعی به نسل نورس تأثیر منفی گذاشته خلاف ایدئولوژی ملی می باشد. اتازوف گفت به وزارت فرهنگ سپارش دادن لازم است که در این سمت کارها را انجام دهد. عائله ها تیک تاک را تماشا می کنند. مفکوره ملی را رعایت کردن لازم است. گفتنی است مسدود کردن تیک تاک در قرغیزستان این بار اول نیست. ماه سپتامبر سال گذشته نیست در این باره بحث ها شده بود. در قرغیزستان از تیک تاک فعالانه استفاده میبرند. گذشته از این ده‌ها بلاگرهای معروف قرغیز در این شبکه اجتماعی مشهور هستند. از سال خوانش امسال ختم کنندگان مکتب‌های تحصیلات همگانی در ازبکستان اتستات را تنها در شکل الکترونی خواهند گرفت. به اطلاع خبرگزاری فرغانه در این باره معاون اولی وزیر معارف تا مکتبی و مکتبی این کشور عثمان شریف خواجه‌ایف خبر داده است. سال گذشته خدمات فاصله‌ای گرفتن شهادتنامه‌های تکراری راه اندازی شده 20,000 نفر از آن استفاده کردند. این تجربه موفق دانسته شد و حکومت تصمیم گرفت که اتستات‌ها را به طور الکترونی دهند. گفته می شود که این نوآوری شهروندان را از بوروکراسی نجات داده، صرفه کاغذ و مبلغ‌های برای استحصال بلانک جدا شده به حفظ محیط زیست مساعدت می کند. شناسنامه الکترونی دارای قویرکاد بوده، آن را در وقت دلخواه توسط شناسنامه الکترونی نسخه گیری کردن ممکن است یا در صورت گم شدن حجت بدون مشکل گرفتن نسخه دوباره از ای پاسپورت زیرکشی کردن ممکن است. بخشی تو مکتبی و مکتبی وزارت معارفی ازبکستان قید کرده است که نوع شهادتنامه یا اتستات پیشنهاد حجت ها را به دانشگاه ساده تر می کند. رسانه های قزاقی می نویسند قزاقستان انتقال نفت به اتحاد اروپا را افزایش خواهد داد. در نیمه اول ماه فوریه به آلمان بار نخست در حجم 20,000 تن نفت انتقال داده می شود. وزیر انرژی قزاقستان بالات اکچولاکوف به رسانه‌ها در این باره خبر داده گفته است ما می‌خواستیم نفت را به اتحاد اروپا تا آخر ماه ژانویه امسال انتقال دهیم، اما متاسفانه کمبودی‌های تکنیکی وجود داشتند. اکچولاکوف افزوده است حالا همه مشکلات رفع شده است و نفت قزاقستان نیمه اول ماه فوریه امسال به آلمان انتقال داده خواهد شد. قبلا شرکت ملی نفت قزاقستان اعلام کرده بود که در 3 ماه اول سال 2023 توسط نظام‌های لوله نفت شرکت روسی ترانسنفت به آلمان 300,000 تن نفت قزاقی را انتقال می‌دهند.
مقامات آلمان نیت دارند که بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا تا آخر سال واردات نفت روسیه را تدریجاً بس کنند. خبرگزاری رایترز با استناد به مایکل کلنر، کاتب دولتی وزارت اقتصاد ملی آلمان خبر داد که برلین برای افزایش واردات محصولات نفتی از کشورهای دیگر از جمله قزاقستان تلاش می‌کند.